دین یک تجربه زیسته است، یه چیزی نیست که ابلاغ بشه، القا بشه و از طریق دولت یا از طریق هر مراجع قدرت و از هر طریق دیگه به من الزام بشه. خدایی ترین مسائل دینی، اساسی ترین مباحث عقیدتی و تفسیری و فقهی و تاریخی، امام حسین سلام الله علیه کی بود؟ خانواده‌اش چطور بود؟ عاشورا چطور اتفاق افتاد؟ قرآن چی میگه؟ فلان آیهش دلالتش چیه؟ فلان فقه، فلان نظریه چیه؟ فلان نظریه فقهی از کی به وجود اومده؟ فقها دربارش چه نظری داشتن؟ کلام، مثلا صفات خدا چیه؟ همه این مباحث کلامی، تفسیری، فقهی، تاریخی، بشری. فراست خود در ارتباط با دین مدنی شما توضیحات خیلی مبسوطی دادیم، اما به نظر میرسه که ما میتونیم انواع مدنیت های مختلف دینی داشته باشیم، یا بهتر دین های مدنی مختلف. این خیلی مهمه که دینداران به چه نحوی در امور اجتماعی خودشون مشارکت میکنن. یک نمونه از مشارکتی که شما گفتین تشریک مساعی در جهت رسوندن خیر به دیگرانه. یک نوع دیگهش دقیقا میتونه همینطوری باشه که شما یک نظام سیاسی دینی تشکیل میدین. این نظام سیاسی دینی یک شریعت گسترده‌ای رو میخواد اجرا بکنه، شریعتی که درباره خیلی از موارد حکم داره، در ارتباط با حدود، در ارتباط با تعزیرات، در ارتباط با دیات، در ارتباط با مالیات، در ارتباط با ازدواج، در ارتباط با طلاق و اینها رو در بسیاری از موارد هم مشروط نمیکنه به رضایت افرادی که میخواد برایشون حکمرانی بکنه. مثل مورد حجابی که شما مثال زدن، یک چیزی گناه تلقی میشه، از ارتکاب این گناه باید جلوگیری کرد. این هم یک نوع از مشارکت در امر اجتماعی. شما چنین نحوه، اون نحوه مشارکت رو یک حالت تاییدآمیزی از طرف شما من دیدم. کدوم رو؟ همون موردی که خودتون داشتین تقریبا روایت میکردید. برای اینکه اولا به اینکه درباره این نحوه از مشارکتی که الان من خدمتتون گفتم نظرتون چیه، و اینکه چه داوری در ارتباطش دارین با این نحوه از مشارکت باید چه اول بگم که کاملا مخالفم باش. یعنی معتقدم که کسی که به نام دین خودش اجباری برای مردم ایجاد میکنه، میگه که این قوانینی داره برای کل زندگی و من یک دولتی تشکیل میدم و دولتم دینیه و دینم وحیه و الزام خداوند برای بندگانه و همم ملزم به رعایتش هستن و در نتیجه من یه حکومتی تشکیل میدم و دین حکومتی بر اساس دین هم میام اجبارهایی ابلاغ میکنن به جامعه که طبق اون اجبارها جامعه باید رفتار بکنه. این یک نوع استبداد دینی است، یک نوع اجبار دینی است و یک نوع در واقع ستم به نام دین برای مردم و سلب حق و حقوق اجتماعی انسان ها از اونها به نام دینه. ما به این نمیگیم دین مدنی، بهش میگیم دین دولتی و دولت دینی، بهش میگیم درآمیختن دین و دولت و استفاده از دین به مثابه یک ابزاری برای سلطه بر مردم و اولا حقوق مردم رو ضایع میکنه، دوم این که به دین لطمه میزنه. طبق تمام شواهد تاریخی همیشه دینداران در دموکراسی بهتر زندگی کردن، بهتر تونستن دینشون رو معرفی بکنن، بهتر تونستن دین رو به نسل‌های بعدی معرفی بکنن، بهتر تونستن حرمت و حیثیت دینشون رو حفظ بکنن. و اتفاقا دین به معنای مؤثر و اصیل کلمه وقتی است که بدون اجبار باشه. یعنی این لا اکراه فی الدین که در قرآن هست، لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی و الی آخر، اونجا هست که بعضی از مفسرین گفتن که لا اکراه فی الدین
کسانی از انصار ایمان آورده بودن به پیغمبر، ولی بچه هاشون هنوز مسلمان نبودن، یعنی بر اساس همون رفتارهای قبلی رفتار میکردن، مثلا درباره نماز و بقیه چیزا. و بعد اینا سعی میکردن بچه هاشون رو به نحوی خلاصه سوق بدن به این عالم دینی که خودشون اسلام. گرویده بودن. خب و بعد این، حالا بر حسب اون تفسیری که وجود داره، اون شأن نزولی که مطرح میکنن، میگن این در اونجا نازل شد. و بعد مرحوم علامه طباطبایی در المیزان یه توضیح داره، میگه نفرمود لا اجبار فی الدین، فرمود لا اکراه فی الدین. میگه نه تنها در دین اجبار نباید باشه، بلکه در دین اکراه هم نباید. اجبار وقتی است که من تو رو مجبور میکنم ببخشید یه کاری بکنید، ولی اکراه اینه که من مجبورت نمیکنم، ولی یه وضعیتی است که تو با اکراه یه کاری میکنی. میگه نه تنها دین با اجبار نمیشه، بلکه با اکراه هم نمیشه. یعنی بدون اینکه ظاهرا اجبار باشه، ولی شما در یک وضعیت اکراه بدون اینکه دلتون بخواد یه کاری بکنید. خب این هر چی هست دین نیست. بله میتونه یک شوکتی، یک قدرتی، یک مثلا برای کسانی یه جبروتی ایجاد بشه و یا، اما به خرج خدا نمیشه گذاشت. چون این دین یعنی دوست داشتن، دین یعنی عشق، دین یعنی انتخاب، دین یعنی پرستش یعنی یه دغدغه درونی، با عشق، با دوستی، با محبت. ایمان یعنی با محبت، با دوستی، با عشق و با دلدادگی و با شیدایی شکل میگیره. وقتی اجبار میشه دیگه ایمان نیست، یه الزام اجتماعی است، به دلایل مختلفی توسط یه صنفی به نام آقایون مثلا اومدن به وجود آوردن و این یک دستگاه دولتی است و آخرش هم به دین لطمه میزنه. چون در تجربه اجتماعی ببینید دین و دولت وقتی با هم خلط میشه، هم دولت خراب میشه هم دین خراب میشه. دولت خراب میشه به خاطر اینکه دولت وقتی دینی نباشه مردم راحت میتونن نقدش بکنن، ولی وقتی یدک میکشه دین رو مقدس میشه و هر کس صحبت بکنه برچسب خلاف مخالفت با دین زده میشه و سلب آزادی میشه. دین هم خراب میشه برای اینکه اون حیثیت و اون تراوت و اون نفوذ اجتماعی و اون جریان در اعماق زندگی رو از دست میده. این هم تجربه های تاریخی در زرتشتی تجربه شده. اگر اسلام هم به ایران نمی اومد، محقق میگن که مسیحیت در حال رشد بود، چون در دوره ساسانی دین زرتشتی دین دولتی شد. موبدان اومدن در درون حکومت سمت پیدا کردن و یک اجبار و یک الزام دولتی شد و همین آغاز کاهش نفوذ دین زرتشتی بود و تاریخ گواهه که خیلی از ایرانی‌ها شروع کرده بودن مسیحی شدن و اینا. بعدن بعضی از محققان میگن اگر عرب‌ها نیامده بودن به ایران رو فتح بکنن، مسیحیت در ایران رواج پیدا میکرد. منتها بعد اسلام اومد دیگه، مسیحیت درجه دوم شد. خب پس این یک تجربه هست و در حداقل بنده که نسل دهه 40-50 زندگی کردم به عنوان یک جوان، من یادمه که چه نفوذی دین در زندگی و در جامعه داشت و یکی از علتهای همین انقلاب سال 57 هم همین بود، همین نفوذ بود که ولی الان اون نفوذ به شکل اجتماعی، به شکل خودجوش و درونزا از بین رفته. چون و بعد اسباب چه ستمهایی شده به نام دین، چه حقهایی ضایع شده، چه حقوقی ضایع شده. یک فردی رو محصور کردن، یه آدمی که در این به اصطلاح جامعه بود، با آقایون همکار بود، همراه بود، اینو به دلیل یک مخالفت خاصی با یه انتخابات، با یه رفتار سیاسی که داشته، آوردن آقای میرحسین موسوی رو با خانمش به حبس کشیدن. اونم اخیراً روایت شده که با چه وضعیتی. و بعد در چند سال بعد یه چند نفری میخوان برن اعتراض سکوت بکنن جلوی دانشگاه تهران، اجازه ندارن. این در هیچ دولت استبدادی آدم نمیتونه اینو
تصور بکنه، ولی ما در جامعهمون اتفاق میفته و چون یک قدرتی بر اساس یه تقدس شکل گرفته میتونه این کارا رو بکنه. من نمیخوام طولانی صحبت بکنم. نه متوجهم. ببینید من کاملا این حرفایی که شما میگین رو برای خودم هم قابل تصدیقه، یعنی توی فهم و تصدیقشون مشکلی ندارم، اما میخوام کمی از اون ور داستان رو نگاه بکنم. یعنی شما از اون ور داستان با منطق‌های مواجه میشید که بله میگه که حکومت قانونگذاری مختص به خداست. دقیقا همون سوال قبلی که ازتون توی قسمت قبلی پرسیدم. حکومت قانونگذاری برای خداست. چه کسی از اراده خدا آگاهی داره؟ انبیاء او. بعد از انبیا چه کسانی؟ اوصیای اون پیامبر. اگر اون اوصیا وجود نداشته باشن، عالمان اون دین. حوزه عمومی متعلق به عالمان اون دینه. عالمان اون دین حدود رو جاری میکنن، یعنی قانون گذاری میکنن. عالمان اون دین تعزیرات رو جاری میکنن. عالمان اون دین باید از ارتکاب حرام جلوگیری بکنن. این ارتکاب حرام هم میتونه با تبلیغات، حزب، نشریه و خیلی از اوقات هم با قدرت سخت باشه و همه اینها رو به نصوص و قواعد دینی هم مستند میکنن و این جرقه‌ای رو میزنه تو ذهن از افرادی که دقیقاً با اون استبداد و تبعیض هم مخالفن، اما از طرفی میبینن که بعضی از احکام شرعی وجود داره، مثل پرهیز از ربا، مثل یک سری از امور توی ازدواج و طلاق، مثل یک سری از امور در مثلا خورد و خوراک، امور ذبح. یا فرض بگیرید که چیزی که در ارتباط قبل از انقلاب گفتید، میخانه و موارد اینطوری، اینها دغدغه‌شونه و میخوام به اون هم مبتلا نشن. بله. و شما حضور اجتماعی، من دقیقاً میخوام بگم حضور دولتی، حضور دولتی این دینداران ها چجوری شما پیشنهاد میکنین بهشون؟ واقعا به مجلس وارد بشن، چنین قوانینی رو برای پرهیز از اون کارها تصویب بکنن، مرتکبان اون کارها رو مجازات بکنن؟ یا توی دولت مطلوب شما هیچ ارجایی به متون دینی، به فتاوای دینی داده نمیشه؟ میخوام بدونم که شما چجوری حالا درک دانش آموزی بنده، ببینید دانش آموزی من درک دانش آموزی بنده واقعا اینه که اولا تمام این سلسله بحثی که شما حالا به عنوان یه طرح بحث بسیار قشنگ بود مطرح فرمودید، همه اینها از کله یه تعداد آدما در میاد. بله. خب که این آدما گاهی مسائل خونه‌شون رو نمیتونن حل بکنن و در استنباط مسائل کوچک روزمرهشون حتی اشتباه میکنن، چه رسه در فهم یک دینی که خیلی یک کلام قدس جنبه رازآلودی داره و تاریخی داره، هزار دیدگاه وجود داره دربارش. از پس حجاب‌های تاریخی و جغرافیایی و اعماق زمان اینها میان، همین آدم‌هایی که در چیزهای کوچکی عقلشون نمیرسه جامعه ایران رو به امروز رسوندن، دین رو هم به این صورت تفسیر میکنن. همه این چیزهایی که شما فرمودید دیدگاه آدم هاست، صدای خدا نیست. دیدگاه آدم هاست که آدم های با گوشت و پوست و استخوان که گاهی حق زنشون رو ضایع میکنن، گاهی حق بچهشون رو، گاهی حق همسایهشون رو، گاهی هم اومدن حق ایرانیان رو ضایع میکنن. و این ستم، این ظلم، این قبیحه. چرا؟ چون اساساً داره به نام دین یک اجباری راه میاندازه و حقوق بدیهی انسانها رو که خداوند اونها رو آفریده نادیده میگیره. حالا شما میفهمید بس چی میشه اگر در دین یک چیزهایی وجود داره که ما میخوایم اونها اثر بگذاره، اون از طریق نه رجال، نه یه تعداد رجال خاص، از طریق مردم دیندار. چیکار میکنن؟ آقای آشام و مقصود به دلایل مختلفی علایق دینی دارن، ایمان دارن و بعد تحقیق کردن، بررسی کردن، دیدن در قرآن کریم یه آموزه های بسیار لطیفی وجود داره در ادیان، در انبیاء اعظام یه چیزایی گفتن که برای بشر لازمه. خب بسیار خوب، میان در جامعه اینا رو بحث میکنن، مینویسن، مجله، رسانه، شبکه‌های مختلف اجتماعی مطرح میکنن، در انواع فرصت‌ها به شکل مسالمت‌آمیز و آزادمندشانه اینا رو تبلیغ میکنن، توضیح میدن و وقتی جامعه به اینها باور پیدا بکنه، این باور نفوذ پیدا میکنه درون نمایندگان. مردم نمایندگان انتخاب میکنن و بعد نمایندگان تحت تاثیر اینها میرن رأی میدن. رأی دموکراتیکه ها، 90 نفر 30 نفرشون دست بلند میکنه، 60 نفرشون نمیکنه، نمیشه.
اگر 46 نفرشون دست بلند بکنه از 90 نفر میشه. چرا اون دستها بلند میشه؟ چون تحت تاثیر آموزه ها، تحت تاثیر و به شکل دموکراتیک وقتی رأی میدن تحت تاثیر آموزه های دینی رأی بدن. ببینید الان ما اینجا قیمومیت مستقلی نداره. مستقل. ببینید یک آدمی، ببینید اینطوری من بگم، اینجا ما فرض کنید اینجا 5 نفریم، ما میخوایم تصمیم بگیریم. اینجا یه تعداد، یه بخشی از ماها میگیم که ببین اینجا رو میخوایم اداره بکنیم، باید اوامر خدا رو رعایت بکنیم. خب من میگم اینا چیکار بکنم؟ بیان در بین این 5 نفر اینا رو توضیح بدن تا وقتی که رأی گیری میکنیم اینجا رو چطور اداره بکنیم 3 نفر بگن که اینجا رو اینطوری اداره بکنیم. اون رأی که میده دموکراتیکه، ولی پشت اون رأی اون دیدگاه ها چیه؟ دیدگاه هایی است که از طریق فرهنگ، آموزش، تربیت، تعلیم شما در یک جوری بکنید که تعالیم اصیل و انسانی متعالی. ببینید ما امروز روز دنیا دنیای خوبی نیست. امروز ما میخوایم از این دنیا متمتع بشیم بدون که با این جهان ارتباط برقرار بکنیم. اگر از من بپرسید ایمان میگه که بابا این جهان برای این نیست که فقط از این جهان تو متمتع بشی، این جهان باش ارتباط برقرار کن. دین یک نوع ارتباط با اصل این جهانه. توجه دارید؟ در حالی که امروز بشریت چیه؟ بیشتر با این جهان، از این جهان میخواد چی بشه؟ متمتع بشه. ولی من میگم چرا با این جهان ارتباط برقرار نمی‌کنی؟ بعد ما میخوایم از بر اندام این جهان تملک پیدا بکنیم. نمیخوایم این جهان رو دوست داشته باشیم، نمیخوایم با این جهان گفتگو بکنیم. ما میخوایم فقط تصرف بکنیم در جهان. هیچ حیرتی نداریم که از جهان چه نغمه هایی، چه الهاماتی میرسه. توجه میکنید؟ پس یک آدم مؤمن اصلا از دنیای امروز خیلی خوشنود نیست. میگه که این دنیا داره به سمت مثلا پوچی میره، مثلا از معنا در واقع ره گم کرده. ولی این باید آزادمنشانه بیاد اینها رو توضیح بده، بحث بکنه و اینها در دلها و در اذهان و در وجدانها جریان پیدا بکنه و به شکل آزادمنشانه و صلح‌آمیز از طریق فیلم ها، نوشته ها، کتاب ها، تئاتر، انواع مجامع مذهبی بیان اصلا افراد دعوت بکنن براشون سخنرانی ها، انواع پیام ها، انواع ارتباطات و بعد فعالیت های خیریه این آدم ها NGO ها تشکیل بدن، به بینوایان کمک بکنن، به آدم های مشکل دار مشکلشون حل بکنن، به این مردمی که موندن نمیتونن علاج بیماریشون رو بکنن براشون راهی برای علاج بیماریاشون رو پیدا بکنن، هم از پزشکانی که این ایمان رو دارن استفاده بکنن برای خیر مردم. از این طریق پیام معنوی رو به جامعه برسونن و جامعه رو آماده بکنن. نه این دینی که الان داره به اصطلاح اجرا میشه ها، نه، دین محبت، دین انسان دوستی، دین همسایه دوستی، دین اذیت نکردن به مردم. میگه که اگر 1000 سال عبادت بکنی ولی حق کسی رو پایمال بکنی قبول نمیشه. اگر 70 سال عبادت بکنی ولی تفکر نداشته باشی، تفکر ساعت خیر من عبادت 70 سنه، یک لحظه تفکر بهتر از 70 سال عبادت. میفرماید که من یه ذره جلوتر گفتم که یه چیزهایی در جوهره من همچنان هست، اونا رو دارم میگم برات ها. ببین من میگم دین اگر از من پسرم، خانمم، همسایم بپرسه چیه دین، میگم دین اینه که لا تنظروا الی طول رکوع الرجل و سجوده، به طولانی بودن رکوع و سجده های مردم نگاه نکنید. ان هذا شیء اعتاده، اینا چیزایی که عادت کردن. لکن انظروا الی صدق حدیثه و اداء امانته.
بنگرید ببینید که با مردم چه رفتاری داره، راستگوست، ادای امانت میکنه. دین اینه، دین اینه. انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. دین برای اینه. حالا شما به این آقایون بی زحمت حتما سلام منو برسونید و بگید که آقایون شما اگر واقعا دغدغه دین دارید، بیاد اجازه بدید که شما به مراجع اجازه نمیدید کار بکنن اگر با شما مخالفن. شما اجازه نمیدید مجتهدان نظر اجتهادی خودشون رو بیان بکنن وقتی با شما مخالف باشن. شما اجازه نمیدید دیندارترین قشرهای اجتماعی جامعه امروز ما در مسائل دینیشون طبق دغدغه‌هاشون رفتار بکنن. شما اجازه بدید این دین پیامش به دلها برسه، به وجدانها برسه، از طریق آزادمندشانه و محترمانه و حیثیت دین بمونه به عنوان یک پیام معنوی، به عنوان یک پیام انسانی، به عنوان دینی که با عقول مخالفت نداره، با آگاهی، با شرف، با عزت، با انسانیت مخالفت نداره و با دنیا هم در سر جنگ نیست، در ستیز نیست. وقتی پیغمبر همراه و دوستانش در مکه، پیروانش و مؤمنانی که به او ایمان آورده بودن در مکه اذیت میشد، فرمود که برید نجاشی اونجا آدم عادلیه، برید اونجا زندگی بکنید. دقت میکنید؟ یعنی اونجا نجاشی رو به عنوان مسلمان نگاه نمیکنه، به عنوان یک آدم عادل. الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم. اساسا میگه با اشکال نداره یه حکومت، یه جامعه میتونه با کفر بمونه. خیلی جامعه هست که بدون ایمان زندگی میکنن ولی با ظلم نمیشه زندگی کرد. اما در جامعه ما به نام دین ظلم میشه، به نام دین حقوق اولیه انسان ها از دستشون گرفته میشه. و اینا همان استدلالی است که حضرت علی به درستی وارد بحث کردید. البته من درکم یه درک ناچیز دانش آموزی است، من احتمال داره کل حرفم خطا باشه، ولی در حدی که خودم تلاش میکنم فکر میکنم برای خودم استدلالی دارم. شما هستید که این ضعف استدلال های منو در واقع اینجا به رخ من بکشید. من اصلا میخواستم نه میخوام بگم مثال شما گفتم، یعنی اون بله. طرف گفتگوست که باید بیان بگه که مقصود تو اینجا استدلالت یه ایرادی وجود داره، اون برای من مفیده، من باید حقیقت رو در چهره دیگری باید جستجو بکنم، همیشه باید گوش بدم، همیشه باید در واقع گفتگو بکنم، گفتگوی صلح‌آمیز بکنم. من درکم اینه که به نام دین و به کام یک عده خاص، به نام دین و به کام قدرت شده، به نام دین و به کام ریاست شده. بازم میگم آخر ما یخرج من قلوب صدیقین حب الریاست. آخرین چیزی که از دل اینا نه صدیقین خارج میشه ریاست. اینا برای ریاست خودشون حاضرن دنیای ایران رو به هم بریزن. همین امروز حاضرن برای حفظ ریاست خودشون کل کشور رو به باد فنا بدن. این دین نیست. این به نظر من یک نوع غزه. من در یکی از کارهام مربوط به دهه 70 نوشتم که بخش بزرگی از خداگویی های ما خودخواهیه که قوه غضبیه ماست. طرف میگه که اگر علیه دین من پدرشو در میارم میکشمش، ترورش میکنم. این قوه غضبیه تو هست که به نام دین اشتعال میورزه و جهنمی میشه برای زندگی مردم و این دین نیست. بله من میتونم به نام دین خشونت بورزم، تعصب داشته باشم. بیدای فلسفه دقیقا نکته همینه، چجوری ما به چنین قرائت‌های دینی مبتلا نشیم. یعنی دینی که بخواد بین مؤمن و کافر فرق بذاره، دینی که بخواد آزادی بیان و عقیده رو حتی بین چند تا مؤمن، حتی بین چند تا مؤمن، بین افرادی که دین رو میپذیرن یا مرتد میشن، از این خودشون برمیگردن. موقعی که یک نفر یک باور دینی داره، نفر نداره، شما اون رو از ارث محروم میکنی، دیهش متفاوت میشه، قصاصش متفاوت میشه، نجس تلقی میشه، ذبیحه‌اش قربانی شده. بله قانون شده. اینها رو، یعنی اینها موقعی که داره به فتواهای دینی مستند میشه، یه عده‌ای ممکنه به خودشون میگه چرا اجرا نکنیم. اینا حکمه. یعنی اینها به آیه قرآن مستند میشه، به حدیث پیامبر، بعضن نوع احادیثی که ممکنه اسناد مقبولی هم داشته باشن اسناد داده بشه. چجوری با چه توجیهی اینها رو میشه متوقف کرد؟ به نظر من راهش آگاهی است و حفظ حریم آزادی. یعنی به این معنا که
الناس معادن کمعادن الذهب و الفضه. من ببخشید عذرخواهی میکنم اگر استنادهای درون دینی دارم، برای این میگم که حتی با استدلالهای درون دینی هم میشه با اینا صحبت کرد، وگرنه میشه استدلالهای برون دینی آورد. هست که شما بهتر از من شنیدید که الناس معادن کمعادن الذهب و الفضه، خیارهم فی الجاهلیه خیارهم فی الاسلام، شرارهم فی الجاهلیه شرارهم فی الاسلام. این حدیث میگه که مردم مثل معادن طلا و نقره‌اند و متفاوتن. اونایی که در جاهلیت آدمای شرور بودن، مسلمانیشون هم شروره. اونایی که در جاهلیت آدمای خیرخواه و نیکوکاری بودن، اونا وقتی مسلمان هم میشن مسلمان‌های نجیب و خیر و نیکوکاری میشن. کسی میتونه شرارتشو در قالب دین دنبال بکنه. تمام چیزایی که در الان ما در جامعهمون میبینیم یک نوع خشونت ها، یک نوع جهالت ها، یک نوع شرارت هاست که در لباس دین داره هم به حقوق عرفی و دنیوی مردم لطمه میزنه و هم میراث دینیشون رو ملکوک و آشفته میکنه و از چشم نسل‌ها میاندازه. و در واقع همونطور که ما داریم محیط زیستمون رو تخریب میکنیم، مثلا با سدسازی هامون اومدیم این اقلیم رو به هم ریختیم. چرا؟ چون نقشه توسعه‌مون غلطه. اونجایی هم که خواستیم سد بسازیم بلد نبودیم که چطور، چون مبتنی بر تحقیقات اقلیمی نبود. خب دست توسعه پایدار نتونستیم در این کشور ایجاد بکنیم. الان داریم ما در این سرزمین مشکلمون آبه، مشکلمون خاکه، مشکلمون ابتدایی ترین داشته های طبیعی، میراث های طبیعی جغرافیایی و اقلیمی. خب همونطور که این کار کردیم میراث معنویمون رو همینجور نابود کردیم. میراث معنویمون که یکیش همین میراث دینی بود و میتونست یک بخشی از هویت ما باشه، یک بخشی از فرهنگ ما باشه و تکیه‌گاهی برای زندگی در ادامه این سرزمین باشه، متاسفانه یک انقطاع ایجاد کردیم. تا مدت‌ها این مسئله به این سادگی شاید حل نشه. شاید خیلی طول بکشه. نسل شماها باید تلاش بکنید که پیام‌های اصیل دینی رو دوباره بیارید وسط زندگی مدنی و عمومی و زندگی اجتماعی مردم و اینا رو توضیح بدید که چطور در اینجاها یک آموزه‌های لطیفی وجود داره، نکته‌های شریفی وجود داره. خب ما گزینش باید بکنیم آقای فراست‌خواه. گزینش که در واقع میخوام بگم گزینش نه لزوماً، حسب نیاز. شما میبینید یه دوره مثلا محیط زیست در دنیا مطرح میشه، الهیات سبز به وجود میاد. این به این معنا گزینش نبود، بلکه حسب امور مبتلا به، حسب اموری که مردم گرفتار میشد. الهیات سبز که از اول الهیات نبود. این مواد و این بذرها و این قابلیت ها بود، ولی در قالب یک هیئت الهیاتی در دنیا رشد نکرده بود. شما خودتون خب میدونید اساسا الهیات سبز خب در واقع در دورهای اخیر در اروپا و در آمریکای لاتین توسعه پیدا کرده و در آسیا. این الهیات سبز همینه دیگه، یعنی محیط زیست رو و اقلیم رو از طریق یک نوع الهیات خاصی، کمطور که مثلا الهیات رهایی بخش داریم در آمریکای لاتین، مثلا الهیات رهایی بخش چقدر مهم بوده. ما در الهیات سبز هم حتی در همین اروپا الان الهیات سبز خیلی داره به اصطلاح نفوذ داره. خب این الهیات سبز به وجود اومده برای اینکه نه گزینش به این معنا که، بلکه حسب مورد ما مراجعه کردیم به اون بخش‌هایی از این میراث و از این ظرفیت معنوی بشریت که چون بخشی از ظرفیت معنوی بشر دینه و الهیاته و بخش دیگر هم چیزهای دیگر از عرفان هست و بخش‌های دیگری وجود داره و انواع چیزهای عرفی هم وجود داره که معنوی هستند و ظرفیت ادبیات هست و بقیه. ما هم در ایران همین تنوع رو داریم. ما در کنار دین خیلی منابع و میراث‌های متنوع دیگری داریم. درسته؟ حالا ما اگر اجازه میدادیم این جامعه، ببینید سال 57 اجازه میدادن که همون قانون اساسی اوله، همین خیلی پیچیده نه، همین قانونی که آقای حبیبی بودن و اینا همین خودشون بودن دوستان یه چیزایی نوشته بودن، خدا رحمت کنه آقای کاتوزیان بود و اینا،
همین رو می آوردن و جامعه دوباره آرام می شد. بعد از یه دوره انقلاب دوباره جامعه آرام می شد و به سریع شروع می کردن به توسعه و به خدمت به جامعه و ورود به این مباحث منازعات و اینا ورود نمی شد و اون جریان دینی امروز خیلی شکوفا شده بود. اساسا در این سرزمین میتونست یک الگویی از معنویت به جهان ارائه بشه که نمونه های خیلی کوچکتر از اون رو در دنیا هر جا شما میگیرید محل توجهتون میشه که مثلا چرا در ژاپن اومدن مسیر توسعه رو رفتن ولی یه چیزایی از سنت هاشون رو مثلا حفظ کردن، حالا در مقیاس سنت های اونها. خب و همینطور در هر جای دیگری که بوده محل توجه اتفاقا دنیا شده که چرا مثلا در فلان کشور فلان میراث ها رو هم سعی کردن حفظ بکنن. ما هم میتونستیم این کار بکنیم از طریق همون عرض کردن ببخشید نهادهای اجتماعی، مدنی، علمی، مثلا خود دانشگاه. این همه بچه مسلمان در دانشگاه بود دیگه از اول داستان، مگه نبود؟ اینا اومدن اسلامی کردن دانشگاه رو از اون بالا شروع کردن. قرار نیست شما دانشگاه رو اسلامی بکنید. اصلا دانشگاه مگه کجاست؟ در اینجا کی درس میده؟ کی درس میخونه؟ بسیار از اینا بیشتر از شما تعلق به برخی دلبستگی های غایی و برخی دلبستگی های معنوی لطیف الهیاتی دارن. خب وقتی حسن، حسین، قاسم به عنوان یک مؤمن دانشمند میشن، در انتخاب مسائلشون، در نحوه تحقیقاتشون، رفتار تحقیقاتشون، رفتار کلاسشون تأثیر میگذاره و این از این طریق میاد وارد علم میشه، وارد دانشگاه. ولی اومدیم ما اینو بخشنامه کردیم، الزام کردیم، اجبار کردیم تا مثلا ورودی دانشگاه حراست کیف بچه‌های دختران این جامعه رو بگرده ببین که تو کیفشون چی هست، مثلا یه آینه‌ای باشه، یه چیزی باشه، اونا رو بگیره و این بشه اسلامی کردن جامعه. این داستان در واقع به دلیل اینکه از روی نیت خیر و صلاح نبوده، از روی صنف بوده، از روی یک سلطه صنفی یک گروه و سلطه در واقع یک مسلک ایدئولوژیک خاصی بوده که یه تعداد داشتن و به شکل ایدئولوژی گروه خاصی که معطوف به قدرته. اصلا ایدئولوژی معطوف به قدرته. خودش هم همیشه صدای ایدئولوژی بلنده و دعوی انسجام داره. ببین من ایدئولوژی دارم، شما ایدئولوژی ندارید. شما گفتگو میکنید، استدلال میکنید، گوش میدید، تحول میپذیرید، به شواهد حساسید، میگید عجب اینجا سرده، یه مقدار میارید بخاری میارید. ولی من چون ایدئولوژی دارم انسجام احساس میکنم، به شواهدم حساس نیستم و به جزئیاتم حساس نیستم و همچنان میرم میگم این انسجام داره و با همین میرم. این سبب شد که متاسفانه جامعه ما هم از یک زندگی دنیوی آبرومندانه، آزادمنشانه، عقلانی در خور دنیای امروز در قابل رقابت با جهان امروز موند و هم از اون درون مایه های میراث معنوی خودش هم بس بخشی از جامعه زده شد تا بینا دوباره این معرفی بشه، تو دلها بره و جانها نفوذ بکنه. و سال 57 خیلی عذرخواهی میکنم، من که نه، من کمترین باشم، شما چون جوان هستید میگم، سال 57 کسانی بودن که اینا مثلا 20 سال داشتن، خب میشن متولد چی؟ 37. خب اینا متولد 37 بودن، توی همین معلم های محله، توی همین قاری های قرآن، توی همین نهادهای همین آزادی که در یک حکومت سکولار وجود داشت، اینها قرآن بعضیشون خوندن، علاقه داشتن، پدر مادرشون مذهبی بود، اینا مذهبی بار آوردن، آشنا شدن برخی کتاب ها و اینا، همینها علاقه دینی داشتن. حالا دوباره بخوایم یک چنین اتفاق نسلی، پدیده نسلی بیفتونم در دنیای امروزی با این سرخوردگی هایی که این تجربه آزمون بعد از انقلاب در ایران به جای گذاشتیم، ممکنه دیگه به این سادگی یک چنین نسلی
این آرامش رو پیدا نکنه که دوباره بیاد به خودش بگه آها همه چیز سر جاش، ولی من چرا این از دست بدم این سرمایه معنوی رو؟ ولی امروز من برای پسرم که پسر منه خیلی باید تلاش بکنم تا برسونم که بابا این با این تفاوت داره، این هی میخواد وقتی این دین رو میگم تداعی میشه براش اون یکی، و خیلی این تفکیک برای مردم و تمایز برای مردم به این سادگی نمیشه، باید بگذره دوباره مردم ببینن که چه اتفاقاتی در جهان میفته، چه تجربه های جهانی روی میده تا دوباره بتونن برگردن. این یعنی در واقع به تأخیر انداختن زمان ایرانی، یعنی ایران رو از قافله تمدن عقب نگه داشتن و بقیه داستان. ببخشید من یه مواردی تو ذهنم شکل گرفت، یعنی از این چیزی که شما دارین میفرمایید در حقیقت دین به عنوان یک پیشران در کنار سایر راننده ها، اونهایی که اونها هم پیشرانی میکنن، بخواد به عنوان انگیزه افراد، الهام بخش افراد وارد زندگی بشه. و من احساسم این بودش که یکی از منابع، دقیقاً یکی از منابع. حتی من کمی این صراحت رو توی کلام فعلی شما تو آثارتون بعضن دیدم، الان پیدا نکردم که اگر که خود دین تبدیل به یک اصلا بگه که آقا پیشرانندگی رو شما باید از من بگیرید، الگوی پیشرفت و توسعه رو من براش برنامه دارم. ببینید ادعاهای بزرگ، فقه تئوری کامل اداره انسان از گهواره تا گور است. برای مسائل نظامی، برای مسائل یعنی مسئله من در درجه اول یک مسئله تئوریکه. دین بزرگ، دینی که این موردی که شما گفتین میاد دین رو تبدیل به قطعه هایی میکنه که به مرور میتونن ازش استقلال پیدا بکنن. موقعی که دین ادعای طبیعی مطرح میکنه ما میگیم ادعای طبیعی رو ابطال کردن، اثبات کردن، تایید کردن، هر موردی بحده علوم طبیعیه. درباره تاریخ میگه بحده علوم تاریخی، درباره هنر میگه بحده هنره، درباره تاریخ میگه بحده تاریخه. دین داره خورد میشه این وسط. خورد میشه، خورد و معنی منفی نگیرید. یک در حقیقت انگار موقعی که این گزاره ها اعتبار خودشون رو از یک چیز میگرفتن و اون انتساب به دین بود، الان هر گزاره داره ارتباطش رو از یه منبع دیگه میگیره. منطق تفکیک به نظر اینه. اما اون نگرشی نسبت به دین که میخواد تمامیت دین رو انگار حفظ بکنه، تمامیت معرفتیشو، که وقتی تمامیت معرفتیش حفظ میشه به تمامیت اجتماعی هم، به توتالیتاریسم اجتماعی هم میتونه منجر بشه. اون تمامیت معرفتی رو من به نظرم اومد که شما با وارد کردن عنصر بشریت و اینکه در معرفت دینی بشریتی وجود داره، این بشریت خطاپذیری رو پدید میاره و این خطاپذیری نیاز مبرم رو پدید میاره به گفتگوهای آزاد و برابر. این تقریر من از رأی شما درست بود؟ درست متوجه شدم؟ نه، من ملاحظاتی دارم. شما البته خیلی خوب دارید دنبال میکنید مسئله رو، ممنونم، ولی من یه ملاحظاتی دارم. شما یه چیزی رو یه ذره داخل پرانتز میذارید، یعنی براکتینگ میکنه. میگید این دینی که تمامیت، کی میگه اینو؟ کی میگه؟ مردم میگن، آدمایی میگن، هم آدمایی که توضیح دادن، مال دیگه نمیخوام، اونا میگن. ببینید و من یه چیز دیگه میگم. خب هیچ فرقی نداره، داریم توضیحات مختلفی میدیم، باید این به طور آزادمنشانه با هم گفتگو بکنیم. در حقیقت شما این نسخه دین نیست، دین در واقع بله دیگه، یه تفسیری است از مثلا آقای مثلا حائری در حکمت و حکومت خلاف اینو میگه. خیلی عالمتر از خیلی از این آقایون هم هست و حکمت و حکومت کتابشو حتما دیدید، میگه اصلا این نیست. خیلی ها میگن که اصلا از خیلی از فقهای سنتی، نه روشن فکرن، هیچ فقهای سنتی سالها و قرنها گفتن که بعد از غیبت اصلا هیچ حکومتی به نام دین نباید باشه. تمام، خیلی ساده. اصلا اینو کاری نه با من، ببخشید چند تا روشن فکر دارن، نه حرف ما رو اصلا قبول دارم. بیا ما خودتون میدونید. من یه چیزی دارم که حکومت فقط معصوم میتونه بکنه، غیر معصوم نمیتونه حکومت بکنه. خب بعد میگن که خب بقیه مردم چی بشه؟ بگه مردم بشینن برای خودتون قرارداد بشینن، ولی به نام دین نه. بزرگانی، آخوند خراسانی ها تا گذشته
بسیار یه آدم به نام آقای نراقی پیدا شده بین اینها در دوره فتحعلی شاه، اونم با نسبت‌ها ارتباطاتی که من در کتاب توضیح دادم که تبارشناسی ولایت بله اینا توضیح دادم که چطور شده این گفتمان به وجود اومده. ببین این نکته مهمه، این گفتمان یک کردار بشریه که میاد معطوف به قدرت، نه معطوف به حقیقت. یک کرداری که به وجود میاد در دوره‌ای که یک فردی بود که فقیه بود، یک قدرتی داشت، در مقابلش هم یک فتحعلی شاهی بود اونم قدرت داشت. یه شرایطی شد که اون بی‌عرضگی بود اون طرف، مشکلاتی بود و بخشی از مردم اومدن به طرف این و این یک جاه و قدرت شکل گرفت و این مدعی شد که من باید حکم بکنم، من باید. از اینجا ولایت فقیه به عنوان یک تئوری بشری، ولایت فقیه یک تئوری سکولاره، معطوف به قدرت، معطوف به ریاست، معطوف به صنف به وجود اومده و معطوف بر دنیاست، تسلط دنیوی است به وجود اومده. هیچ قربتن الله هم نیست. ممکنه خیلی آدم بکشن قربتن الله، ولی این در واقع گفتمانی است شکل گرفته. ما به این گفتمان تقدس میدیم، میگیم این دینه، در حالی که خیلی ها که نه مثل من، ببخشید، ادای روشنفکری دارن، نه مثل من ادای محققی دارن، نه مثل من ادای نو امروزی بودن دارن. خیلی هم سنتیان اینا از همون ابتدا میگفتن غیر معصوم اصلا جایز نیست حکومت بکنه و در اصل غیبت هیچ حکومتی نباید اتفاق بیفته و فقیه باید به مسائل دینی مردم برسه. اونی که اخباری ها حتی فقیه هم قبول نداشتن. شما ببینید ما یک دسته بزرگ اخباریون داشتیم که اینا به احادیث و به روایات قائل بودن، میگفتن فقیه وقتی میاد فقه درست میکنه و فتوا میده، احادیث و اینا رو به ابزار استفاده میکنه و خودش یه فتوایی میده، در حالی که مردم میتونن به احادیث مراجعه بکنن. مستقیم اخباریان تعالیمشون این بود که اگر کسی مسلمانه به قرآن و به احادیث مراجعه میکنه خودش میفهمه چیه. ملا صدرا خودش از این مباحث خیلی داره که مردم میتونن مراجعه بکنن به دینشون و از دینشون الهام بگیرن. شما دیگه چی کار هستید اینجا؟ برای خودتون دکان درست کردید به عنوان فقیه. فقه تسلط به بدنه، همونطور که کلام تسلط به ذهنه. یه دسته به وجود اومدن به نام متکلمان برای اینکه ذهن‌ها رو کنترل بکنن، یه دسته هم به وجود اومدن به عنوان فقها که بدن‌ها رو کنترل بکنن و تابع‌موز میکنن. این ریاسته، یک نوع ریاست دنیوی است و فقه هم یک علم دنیوی است، منتها علم کذاست و علمی که نه متدولوژی قابل قبولی داره نه هیچی و به هم زده کتاب رو، سنت رو و سرمایه معنوی دینه و مسلط شده به سایر علوم همین حوزه که اینقدر در انحصار فقها نبود، در حوزه علوم مختلف بود، دانش‌های مختلف دینی بود، حکمت بود، نجوم بود و همه ها تعطیل و فقها مسلط شدن بر حوزه. و بعد از اینکه بر حوزه مسلط شدن در دوره قاجار ولایت فقیه هم به عنوان یه تئوری شکل گرفته، تئوری بشری، و اون تئوری اومده در مشروطه و بعد از مشروطه اومده به قدرت رسیده و الان هم قدرت خوبم دارن استفاده میکنن و رانتها و امتیازها و الان انحصارات و امتیازها و رانتهایی که در این جامعه به نام دین به وجود اومده، کسانی که دستور میدن بدون اینکه پاسخگو باشن، حکم میدن بدون اینکه نقد بشن، حرف میزنن بدون اینکه کسی اجازه داشته باشه درباره حرفشون یک کامنتی بزنه. ببینید شما الان یک فرد محقق هستید، یه حرف میزنید من سریع کامنت میزنم. شما اینقدر وجدان دارید که گوش میدید ببینید من کامنتم چیه، ممکنه غلط هم باشه این حرفای من، ولی شما گوش میدید. ولی الان کشور ما گرفتار یه وضعیتی است که یکی داره 91 میلیون جمعیت رو با سرنوشتشون کار میکنه بدون که کسی از این 91 میلیون نفر ولی یه بچه از گهواره بگه آقا اجازه هست، نمیتونه. این یک وضعیتی است که واقعا به نظر من اگر کسی قائل به تئوری توطئه باشه یه دسیسه‌ای بوده که این حساب دین رو در این جامعه برسن.
که من اصلا قائل نیستم به این نتیجه جهالت، نتیجه ناآگاهی این نفوذ کرده در دل جامعه میدونم که تمکین کرده به این وضعیت. و اینجاست که برگردیم، راه همون آگاهی است، راه همون راه‌های فرهنگی است، راه‌های آموزشی است، راه‌های بچه‌ها رو وارد آموزش پرورش کردن. الان 17-18 میلیون دانش آموز ما گرفتار یک آموزش هایی شدن که در این دنیای روز به روز رقابتی شده، اولین چیزی که این آموزش پرورش از بچه‌های ما میگیره خلاقیت شده. بعد یه پادگانی درست کردن به نام مدرسه. اول کاری که به اینا یاد میدن دشمن شناسی است. ببین دشمنت همسایت دشمن نیست، ببین دشمنت کجاست. و اول بار در دل اینها نفرت به جای محبت ایجاد میکنن. دشمن شناسی به اینا یاد میدن. کتاب های تاریخ این مدارس رو تغییر دادن. هزار تا. من اگر درد دلم باز بشه ممکن چیزا دیگه از پروتکل شما خارج بشه، ولی واقعیت، حالا من البته بگم اینا حرفه در برداشت‌های ناچیز بنده است و کلا ممکنه 100% غلط باشه، ولی به هر حال من فعلا براشون یه شواهد. آلترناتیوتون چیه آقای؟ آلترناتیو شما دو تا سیستم رو، من بیشتر مقوله معرفتی رو میخوام نظر بیارم، در برابر کلام که میخواد عقاید رو کنترل بکنه و فقه که میخواد بدن رو کنترل بکنه، دین یعنی اون دین اصیل مقدسی که مقبولشون هست، اون قرائت چه چیزی رو در برابر این دو نظام؟ من اینجوری بگم، برای اینکه خیلی ساده در حد درک خودم، درک دانش آموزی، یعنی فقه کاملا ریخته میشه دور؟ نه من اینا جزء میراث‌های فرهنگی دینی ماست. من اگر اونو گفتم برای اینکه اون تلک شکرکتون حدرت ثم قررت، خواستم اول بگم داستان چیه، اول اون تکلیف داستان رو برای آقایون مشخص بکنم، وگرنه خودم معتقدم همین فقه هم جزء معارف دینی ماست، همین کلام هم جزء معارف دینی ماست. ما قرار نیست که میراث‌های دینی رو به هم بریزیم. میتونیم نقد بکنیم، ولی اینا وجود دارن، این کتاب‌ها، این آموزه‌ها، اینها بخشی از فرهنگ ما هستن، خب ولی در جای خودشون نجیبانه و آزادمنشانه فعالیت‌هایشون بکنن، پرورش بدن، درس بخونن، درس بدن. اینا توشون یه ابتکاراتی میتونه به شکل بگیره، خلاقیت‌هایی. یک بخشی از فرهنگ هم همیناست. خب همونطور که فلسفه هست، همونطور که عرفان هست، همونطور که دانشگاه هست، علم هست، همه چیز. منتها به هم نریزن، اینا رو قاطی نکنن، هر کدوم جای خودش کار بکنه. منتها من برای اینکه درک ناچیز دانش آموزیم رو خیلی ساده تر در حد درک خودم بیان بکنم، ما یک دین خصوصی داریم. توجه میکنید؟ شما میگید که آلترناتیوتون چیه؟ یک دین خصوصی داریم. یعنی چه دین خصوصی؟ دین خصوصی هم دین پدر من بود. یعنی میگفت که دین چیزی است که در قلب من باشه و به من نفوذ بکنه و منو به کار واداره، در من تعهد ایجاد بکنه، ولی من نمیتونم اعتبار ایجاد بکنم برای همسایم. من میتونم اینو بیان بکنم، میتونم تبلیغ بکنم. این همون دین خصوصیه که دین پدر ماست، دین پدران ماست، مادران ماست. و با این دین اومدن جلو. پدر من به من در دوره جوانی میگفت مقصود پسر، دین یک امر خصوصی است و شما که وارد این حوزه سیاست اینا میشید، این دین از اون دین خصوصی خارج میشه، تبدیل میشه به یک چیز سیاسی. خب یک دینم داریم، دین شخصیه. این هم شما جوان ها معمولا حالا شما منظورم نیست، معمولا نسل جوان دارن اینا میگن نه دین خصوصی، میگن دین هر چیز دلم خواست. مثلا من حالا نمیخوام اسم ببرم، از دور بر خود من کسانی هست از بچه ها که میگن ما روزه رو دوست داریم، نماز رو دوست نداریم. یکیشون برعکس، یکیشون گاهی دوست داره گاهی دوست نداره. به این میگن پرسونال ریلیجن، نه پرایوت ریلیجن. اون اولی پرایوت ریلیجنه، دین خصوصیه که میگه دین در قلب هاست، در وجدان هاست و میتونه نفوذ بکنه و تأثیر بگذاره و کار بکنه در جهت اخلاق. پیش عرصه عمومی رو تملک نمیکنه. نه تملک نمیکنه، دین خصوصی است. و دین شخصی اما نه، میگه نه، اون دین رو کامل قبول داره، میگه برای خصوصی. پدر من همه دین رو تماما قائل بود اما میگفت خصوصی.
خب نه با اجبار. اما دین شخصی میگه انتخاب خودمه، هر وقت دلم خواست از دین هر طور که دلم خواست استفاده میکنم، هر وقت نخواست استفاده نمیکنم و هر طور دلم دیگه خواست اونجوری استفاده میکنم. یه هرج و مرج انگار. ترجمهش نمیگم، یعنی یه چیزیست که خیلی دل بخواهانه. بچه‌ها من تحقیق کردم، مثلا بچه‌هایی بودن با من رساله انجام دادن، رسیدم به این که خیلی‌ها هستن که گاهی مثلا محرم میشه خوششون میاد برن در مناسک محرم در بازار شرکت بکنن، خوششون و عکس بگیرن، این مناسک رو خوششون، این یک نوع دین شخصی است، ولی نه اینکه لزوما حتما نماز بخونن. توجه میکنید؟ یه دین شخصی که بخشی از دین رو خوششون میاد به دلایل فرهنگی، به دلایل اجتماعی، هنری. خیلی از من یک تحقیقی دارم که اونجا توضیح دادم که چطور خیلی از دختر پسرها از این مناسک محرم خوششون میاد. اونجا میان با هم دیدار میکنن، اوایل که کارنامه رو بررسی بله 3 تا نقطه تو تهران بله بررسی 3 تا نقطه رو بررسی کردم، به شکل کیفی شرکت کرده بودم. میدیدم بچه‌هایی که شرکت کردن اونجا لزوما مذهبی به معنای خاص کلمه نیستن، ولی از این مناسک، از این به عنوان یه فرهنگ، یک آیین سنتی خوششون میاد، حاضرن عکس بگیرن، حاضرن حتی شرکت بکنن و بعد برن دنبال کارهای دیگرشون و اونجا با هم قرارم میذاشتن گاهی. اینا رو میدیدم، جالب بود. و بعد حتی همین حاضرن که این آش رو به هم بریزن بدن، خوششون میاد، میگن چقدر قشنگ محله. من پسرم میگه من روز شماری میکنه که تا برسه تا اون حلیم رو بره مثلا این کارا رو بکنه. خب دوست داره دیگه. این میشه دین شخص. اینم بذاریم اینم بمونه، اینم خودش یک حسه ایست، خودش یک بخشی از این جامعه است. ولی به هر حال شما فرمودید کدومه؟ یک دینم وجود داره که دین دولتیه، دین عمومی به معنای دین دولتیه که اون اجبار حکومتیه. من با اون 100% مخالفم، 100%. هم با دولت دینی مخالفم، هم با دین دولتی. خب من به عنوان یه محقق کوچیک مخالفم. اما یه دینی هم وجود داره که دین فرهنگیه، من باش خیلی موافقم. یه دینی وجود داره که دین اجتماعیه، من باش خیلی موافقم. من موافقم، البته کسی دیگه میتونه با اینم موافق نباشه. من موافقم که NGO هایی باشه با نام دین به مستمندان، به افراد تهیدست برسن. من خیلی دوست دارم که یک هیئتی تشکیل بشه با تأثیر ایمان دینی به بیمارانی که سرپرست ندارن برسن، به کودکانی که سرپرست مؤثر ندارن به تحصیلاتشون برسن، بگم ما دارالاکرامیم، تحت تاثیر آموزه دینی ما به 11,000 کودک بدون سرپرست تحصیلات با کیفیت فراهم میکنیم. من اینو دین اجتماعی میدونم. من این حلقه هایی که خانم ها تشکیل میدن، خود من خانمم جزو اونهاست، تشکیل میدن، میرن سه شنبه ها قرآن میخونن، یه جلسه مثنوی میخونن و بعد مسائل محله رو رسیدگی میکنن و به همسایه ها میرسن، به مسائل میرسن. من اینو دین اجتماعی میدونم، اینها مهمن. و همینطور بقیه دین اجتماعی. شهروندان شما برابر از هم گره گشایی. دین فرهنگی ببخشید بله، شهروندان برابر از هم گره گشایی میکنن. شهروندانی که تحت تاثیر دینشون از شهروندانی بدون در نظر گرفتن دینشون حمایت میکنن. توجه میکنید؟ و اینم دین اجتماعی است. یکی امثال شماها میاد، ببخشید ببینید مثال بگم، سینمای دینی درست بکنید، خب فیلم بسازید درش معانی دینی، سینمای ماورا هست. شما سینمای نه دینی هستن، سینمای اسلامی درست بکنید، نه اسلامی سازی سینما، نه فیلمی تولید بکنید که اونجا مثلا یک مناسک دینی با یک ابزارهای هنری به زیبایی نشون داده بشه. همونطور که ما تعزیه‌خوانی داریم، نمایش داریم، اینا در فیلم کالاهای امروزی هم میتونیم دنبال بکنیم. درسته؟ این هم میشه همون دین فرهنگی. حتی من معتقدم دانشمندان و محققانی که دین دارن میتونن تحت تاثیر دینشون انتخاب مسئله های خاصی بکنن و برن روی اون تحقیق بکنن. این علم اسلامی نیست ها، ولی علمی است تحت تاثیر یک نوع مسئله گزینیشون تحت تاثیر ایمانشونه. حتی در
نوع تحقیقشون هم یه تعهدات اخلاقی خاصی دارن. ولی برای موضوع تحقیق و متون دینی مراجعه نمی‌کنه. نه دیگه اونجا علم کن و تحت تاثیر ولی متون دینی درست کاری میکنن. من اینا رو خیلی مقاله نوشتم، گفتم بابا دانشگاه اینه که تحت تاثیر دینی شما درست کاری علمی بکنید، نه اینکه بیاید علم رو از علم بودن خارج بکنید، بگید فیلتر بذارید علم رو از ناعلم. گفتم دیگه، گفتم این ناعلمه. علم فکر کنم شبه علم سر جاش، یه جایم ناعلم گفتم با آقای پارساپور اینا ما مناظره هایی در دانشگاه تربیت مدرس داشتیم. گلشنی هم بله خیلی محترمانه قشنگ صحبت کردیم، مخصوصا آقای پارساپور حضوری بود. توضیح دادم که به هر حال این ناعلمه، این چیزی که شما میگید ناعلمه، علم نیست، علم شیر بیادم و اشکمه. حالا تازه جالبه که اینا میان از دنیای پست مدرن استفاده میکنن برای توضیح علم دینی. یعنی ببینید ما که مدرن صحبت میکنیم میان میگن نه بابا ما پست مدرنیم، دارن مدرنیته رو دور میزنن به نام پست مدرن، در واقع به نام دین به کام پست مدرن دارن حرف میزنن که اگر یه دفعه برای یکی از اینا گفتم شما اگر پایبند بشید به این پست مدرن کل دین نابود شد، چون پست مدرن به نسبیت قائله، به تکثر قائل. شما دیگه با این مبانی پست مدرن اصلا زیر آب همه مبانی خودتون رو دارید میزنید، ولی چون یه جایی به دردشون میخوره میان از اون خیلی واقعا مبتذل استفاده میکنن. این دین ها رو که من گفتم نشون میده که یه دین مثلا از دین اجتماعی ببین چیه عزیز من، خیلی راحت. الان شما مشهد برید، خیلی ها میان مشهد زیارت، این دین اجتماعیه. میاد مشهد، اصلا قائل به حکومت اسلامی هم نیست، میاد مشهد 5 روز اونجا میمونه، زیارت میکنه، بعد میره هتل میشینه، استخرم میره شنا میکنه، بازار میره خرید میکنه، فردا هم میره زندگیشو میکنه، ولی زیارت بخشی از زندگیش. گاهی هم یه مشکلی داره، یه نیتی میکنه میره شاه عبدالعظیم، نیتی میکنه میره امامزاده قاسم. این دین اجتماعیه. این دینه که این هست که جامعه تاریخ ما رو حفظ کرده، تاریخ دین رو، میراث دین رو حفظ کرده. حالا شما میتونید بر اساس این دین محیط زیست رو دنبال بکنید که یک میراث طبیعت، یک خلافت، در واقع امانت الهی برای ماست و بقیه. بر اساس این میتونم بگم اون چیزی که اینجا نویز ایجاد کرده، دو قطبی کردن جامعه رو سبب شده بین دین دولتی و دین گریزی. و حالا من ببخشید نمیگم دین ستیزی، انشالله دین گریزی. دین گریزی یک طرف قطبیه که قطب دیگهش اجبار دینی است و اگر میان اینها بیایم این انواع تنوعات دینی رو حسب علایق مختلف انسانها با علایق مختلفی که دارن بیان از دین هم بتونن عرض کردم، مثلا کسی که زیارت میره یک به طور خاصی یک علایق دینی داره، ولی همون برمیگرده خودش جزو کسانی است که دادش بلند از این برنامه ها و اینا، ولی اون دین میره اونجا حتی پول هم حاضر به پردازه، حاضر احسان بکنه، حاضر عمره بره، حاضر حج بره. و این دینه، این دین فرهنگیه، این دین اجتماعیه. ما میتونیم به اینا حتی حمایت بکنیم. جالبه، من حتی اجازه بدید بگم کسانی شاید یه روزی، شاید یا شما یا کسی این حرف منو گوش بده اصلا با این مخالف باشه، ولی من مسئول هر دیدگاه خودم هستم. من معتقدم که حتی یک حکومت میتونه یک حمایت‌هایی از خلاقیت‌های هنری در عرصه دین بکنه. این با رانت فرق میکنه. این رانت نیست به این معنا که بیاد قانون تصویب بکنه، بگه که من یه بخشی تعریف کردم کسانی که یه خلاقیت‌هایی در ارائه فرهنگ دولت دموکراتیک این کار انجام میده. بر دولت دموکراتیک به دولت دموکراتیک تصویب بکنه. و در دنیا هم هستیم یه چیزهایی از سنت‌ها رو در خیلی از کشورهای دموکراتیک میان میگن که یه بخشایی از سنت، همین طب سنتی الان در کشورهای دموکراتیک علم پزشکی و اینا توسعه پیدا میکنه. یونسکو اومده یه فرصت‌های خاصی و حمایت‌های خاصی داشته برای کسانی که علوم طبی عتیقه رو میخوان دنبال بکنن، یا بیان تنوع بشه.
شما بیاد منتها برای اونها هم ضوابط گذاشته، یعنی چی؟ برای خودشون یه تخصص گذاشته، یه امتحان گذاشته از خودشون. کسانی که مثلا استاد طب سنتی هستن اونا دانشجو میگیرن، رساله دارن و میگه بذار تنوع بشه، دانش توش تنوع باید وجود داشته باشه. در نتیجه من حتی هر کدام خواستم این درک خودم رو، چرا نمیخوام خودم رو در واقع ابراز نکنم، من میخوام سلف اکسپرشن بکنم. من دیدگاهم اینه که چه مالی داره یه دولتی بیاد بگه من اینجا چون بخش‌های چیزهای مدرن در همه جای دنیا شناخته شده هست، یه چیزایی وجود داره در سنت‌های ما، اگر کسی سینما بیاد مثلا فلان ویژگی‌های سنتی فراموش شده دینی و یا حتی ایرانی بومی رو با یک خلاقیت‌های نو به جامعه معرفی بکنه، این خودش یه خلاقیته و بر اساس یک روال دموکراتیک و به صورت خیلی شفاف برای اینها یک در واقع یک مشوق هایی بگذاره، یک شیب سازی هایی بکنه، نه اینکه برای خودش دار و دسته ایجاد بکنه. مثلا بیاد یه جایزه تو تعریف بکنه، فقط جایزه برای کسانی که احیا میکنن سنت های فراموش شده ایرانی و اسلامی رو. چه مانعی داره؟ ولی الان همین حرف من که 40 سال در این جامعه حرف زدم، همین حرف رو من بزنم، خیلی از مردم ایرانیان از این میترسن، میگن تو چی میگی، اینم خرابه با این حرف. ولی خب چرا؟ چون این اتفاقا حرف اصلا به نظر من حرف بسیار جهانی است، بروزه و پیشرو که شما روز دنیا که یک نوع علم کلاسیک وجود داره، بخواید هر کسی که در حوزه‌های آفریقا، در حوزه‌های آسیا، در شرق، اون خلاف اون شرق شناسی است، میگه اگر یک خلاقیت‌های وجود داره که طب سوزنی رو میخواد پیگیری بکنه. طب سوزنی غیر از طب کلاسیکه. خب میگه ولی بذار تنوع در علم به وجود بیاد، تا یک خانم یا یک آقایی که از طب رسمی کلاسیک نتیجه نگرفته خواست اگر بره از این طب سوزنی هم بختش رو بیازماید، بلکه از اونجا به دردش درمان پیدا بکنه، اونجا هم یه ضوابطی بگذاریم، اونجا هم یه روالهایی بگذاریم و یک کمکهایی بکنیم که اونم بذاره توسعه پیدا بکنه. همیشه تنوع میتونه مفید باشه. هر تنوعی حیطه امکانهای ما رو گسترش. ببخشید بازم طولانی شد. نه بابا خیلی بازی، من معذب میشم بدازم. مجموعه این حرفایی که میزنی خیلی به الهیات سکوت ربط داره. باید در اینم صحبت بود. داستان همونجاست. من در الهیات سکوت که خیلی سالها پیش بود رسیدم. بله نه تقریبا بازنگوشی منتشر شده. بله الهیات سکوت همینه، یعنی ابن عربی، از ابن عربی تحت تاثیر ابن عربی قرار گرفتم و بعد دیدم اصلا این در ادبیات ایرانی و در ادبیات اسلامی ما چقدر وسیعه. در فصل 10 فصل هودیه ابن عربی میگه که خداوند در قیامت به صورتی غیر از عقاید مردم به اونها جلوه میکنه. مردم در محشر خداوند حالا میخواد تجلی بکنه، تجلی میکنه اما نه با آن صورتهای متعارف در ذهن اونها از خدا، به یک صورت دیگری تجلی میکنه و بعد همه میگن معاذ الله و همه تنکر و ینکرون هم و همه این کار میکنن. این چی؟ بعد خداوند این بار میاد تجلی میکنه به صورت عقاید اونها، همه میفتن به سجده. ابن عربی میگه این سجده‌ای که میافتی به صورت عقیده خود سجده میکنی، این بت‌های ذهنی تو هست، داره سجده میکنی، این خدا نیست. مهم اینه که اون خدای متعالی که بر صورت عقیده تو نیست کرنش بکنی. و بعد میگه که فکن حیولا للصور المختلفه. ابن عربی میگه حالا باید تو آماده باشی که به صورتهای مختلف چشم بدوزی، از صورتهای مختلف خدا رو جستجو بکنی، نه فقط صورت خودت.
اینجاست که من در آثارم در قبل گفتم که خداجویی یک نوع ظهوری از خودخواهیه اگر کسی اینجوری خدا رو جستجو بکنه. من از اینجا رسیدم به این که آنهایی که درباره خدا حرف میزنن در واقع صورتهای عقیدتی خودشون رو سبحانه و تعالی عما یصفون، هر چی ما میگیم خدا برتر از اونهاست. شاید وقتی میرسیم به درستی داستان، وقتی که سکوت میکنیم، وقتی که پس در تعالیم ما هم هست که و نهایت توحید نفی الصفات ان و کمال توحیدهی نفی الصفات ان. من عرف الله کل لسانه. دقیقاً، آفرین، درود بر شما. من عرف الله کل لسانه. کان که را از بله هست نسخه مختلف فرق نمی‌کنه، معنا همین، منتها با یه جلوه‌های تازه. عرض کنم که یه چیزی هست که داشتم میگفتم که عرض کنم خودپرستی های ما صورت، بله این صورت ها هست. و یه چیزی داشتم میگفتم که در واقع ما میتونیم، اینجاست که من میدونم این کی برای من مطرح شد، وقتی محله میدیدم که صدای مداحی میاد. وقت بعدی هم بود مردم میگفتم الان استراحت میکنم، من یه ذره اینجور چیزا حساس و ناراحتم، بلند میشدم خانم کجا میگفتم برم بیرون، این کجا هستن اینا، مردم خوابیدن و اینا، بلکه مثلا یه تذکری بدم دوستان و اینا، میرفتم میدم هیچ کس نیست. ببخشید، میگم عجب هیچ کس نیست، یه ضبطی گذاشتن اونجا، صدا رو باز کردن. خیلی واقعا وحشتناک بود. من اونجا اومدم نشستم، صبح زودش سحرگاه نوشتم الهیات متافیزیک حضور و متافیزیک غیاب. یعنی میگه ببین متافیزیک اثر و متافیزیک حضور، بله دیگه، یعنی به این معنا که میگه که من ببین یک ضبطی میذارم صداشو بلند میکنم تا اونور شهر، اصلا این الهیاتی وجود نداره. میبینید ما جماعت دینی رو میدونیم که جمع میشه 3 نفر. پدر من اون قصه های دوره رضا شاهش رو میگه که چطور جمع میشدن توی خونه ها، مثلا یه مراسم دینی چیز میکردن. یه وقت از شما جمع بشید و یک اجتماع دینی داشته باشید و یک شور و مناسک دینی جمعی داشته باشید و کار به کار دیگران نداشته باشید. ولی یه وقت هم هست که اصلا شما نمیخواید که خودتون پرستشی بکنید، شما هیچ دغدغه‌ای ندارید، فقط یک آدمایی هستید که فقط میخواید مردم رو مثلا مسلمان بکنید. خب این یک نوع قدرته و متاسفانه، ببخشید طولانی هم شد. عرضم شما چه سوالی فرمودید؟ من گفتم مجموعه مواردی که درباره نحوه حضور دین در اجتماع گفتیم، به نظر میرسه که از الهیات سکوتی که شما الهیات سکوت در واقع یک نوع اوج فروتنی در ایمانه. یعنی ایمان برای فخر فروشی برای مردم نیست، ایمان یک سلوکه، جستجوی معناست، تقلای درونی است. کسی که سرشار میشه از ایمان بعداً سرازیر میشه به جامعه، نه برای بلندگو، برای اینکه آرام به مسکینان کمک بکنه، آرام به یتیمان کمک بکنه، آرام به آن انسان‌هایی که نیاز به آموزش دارن فرصت آموزش‌های با کیفیت فراهم بکنه، آرام همیاری بکنه، بدون تابلو، بدون عنوان. الهیات سکوت میگه که برای من، به نام من حرف نزن، برای من مراقبت کن، برای من حمایت بکن، برای من خیلی به جامعه برسون، برای من خدمتی به جامعه بکن، بدون اینکه تشبثی بکنی، از من برای خودت یه دکانی بسازی. توجه میکنی؟ الهیات سکوت یعنی اینکه ما که باشیم که درباره خدا حرف بزنیم، ما فقط میتونیم اون سلوکمون رو ادامه بدیم. خب و در نتیجه اینجا یک نوع الهیات نجیب، خیلی عذرخواهی میکنم، الهیات آرام، الهیات مدنی متمدنانه با شکوهی که هیچ تمطراق و هیچ قشگرگی نداره. و این یک تجربه کوچیکش در ترکیه شروع شد.
یه تجربه کوچیک در ترکیه دوره فتح‌الله گلن یک تجربه شروع شد که اینا مدارسی داشتن که در این مدارس بچه ها رو میخواستن تربیت درست بکنن ولی اصلا تعلیمات مستقیم دینی نداشتن، بلکه کونوا دعاة للناس بغیر السنتکم، میخواستن بدون اینکه تبلیغات دینی بکنن غایات دینی رو به ذهن بچه ها از طریق آموزش های اخلاقی و آموزش مثلا اینا رو تربیت میکردن که سیگار نکشن، اما نه با کلام، با یک روش های عملی. و بعد اهداف اصلیشون دینی بود ها، ولی در نوع کلاس هاشون، در خطابه هاشون هیچ آموزش دینی نبود، ولی اون همون کونوا دعاة للناس بغیر السنتکم بود. و این خیلی در ترکیه جواب داد. خیلی از این تحولات چند دهه گذشته، نمیخوام واقعا ترکیه رو به من یه الگو معرفی بکنم که نیست، ولی در مثال خیلی کوچیکی رو گفتم و در مثال های بسیار با ارزشی از این هم میتونه آدم فرصت بشه گفتگو بکنیم، به این معنا که شما وقتی ما خودم در دبیرستان علوی درس خوندم دیگه، درسته، من عرض کردم استادان دانشگاه برای من درس میدادن دیگه، من خودم اینجا نشستم پیش شما، واقعا دکتر گلابی برای ما شیمی میگفت، دکتر سلیمی خلیق برای ما طبیعی میگفت، یک به یک همینجوری بزرگانی بودن، ولی اونجا برای ما قبل از انقلاب بود، اصلا نمی‌بدن برای ما تشبسات دینی القا بکنن، ولی ما نسل دیندار با اومدیم. چرا؟ چون این معلم ما سکناتش، حرکاتش، رفتارش، تعهدش، دلسوزیش به ما، خودش هم میدیدیم که این آدم مؤمنه و بدون اینکه این به ما درس ایمان، ما یه استادی داشتیم از همین اساتید که به ما بیوشیمی درس میداد، بعد از تخت سیاه‌های بزرگی بود. این تخت سیاه شما چه تخت سیاهیه؟ تخت سیاه‌های ما تخت سیاه بود، از این ور تا اون ور بود، همون گچ‌ها، این با خودش گچ‌های روغنی می آورد و اون آنزیم‌ها و اون در واقع شیمی بیوشیمی بود دیگه، اون فرمول‌های حلقوی انواع پروتئین‌ها و اینها رو فرمولش رو از اینجا شروع میکرد، ببخشید مینوشت تا میومد پایین تخت سیاه، بعد میرفت همینجوری از اون بر کلاس نگاه میکرد، میگفت بچه‌ها، درسش بیوشیمی میداد، بعد میگفت بچه‌ها اینجا چی میبینید؟ هر یک از ما یه چیزی میگفت، یکی میگفت اون فلان آنزیم، اون فلان رابطه‌اش اینه، این هم گفت بله اینا خوبه، دیگه چی میبینید؟ همینجوری نگاه میکرد. باور کنید ها، این آقای دکتر رحیمی بود، نگاه میکرد، خیلی هم پیر بود، استاد خیلی باسابقه بود، میومد برای ما دانش آموزان درس بیوشیمی میگفت، شیمی عالی، ببخشید شیمی عالی میگفت، بیوشیمی نه، شیمی عالی، یه شیمی معدنی داشتیم، یه شیمی عالی. بعد میگفت و بعد پای فاصله میگرفت، میگفت که هیچ کس هر کس چیزی میگفت این هیچ خودش چیزی، میگفت خیلی باشکوه، خیلی باشکوه، این زندگی از اینجا به وجود اومد. خیلی باور کنید هیچ الهیدانی در هیچ مسجدی برای من خدا را به تصویری که در این تخت سیاه این دکتر رحیمی نشون نداده بود. یعنی با همون عالم کودکی خودم که نشسته بودم، در دانش آموز بودم، فکر کنم مثلا دهم بود اینا، یادم نیست، با آدم میگفتم این ببین نمیگه، ولی اون شگفتی چشمانشو میدیدم و بعد میگفتی شکوهه، زندگی اینجوری به وجود اومده. یعنی من اونجا احساس میکردم حیات یک معجزه هست. اینجا آفرینش، ببینید آفرینش برای من معنادار میشد، بدون اینکه این بیاد برای ما بگه بسم الله الرحمن الرحیم و مثلا قاسم الجبارین و فلان، اینطوری نبود. یک آرام بود جاری میشد، در دلها میرفت و انسانهایی رو منقلب میکرد، گسیل میکرد به زندگی، گسیل میکرد به کار، تلاش، ساختن، دلسوزی کردن، مراقبت، حمایت و بقیه چیزها. در تبریز یک هیئتی کار کرد
کلا در تبریز تکدی رو به طور کلی برچید از قبل از انقلاب. تبریز شهری بود هیچ متکدی در شهر دیده نمیشد، شناسایی شدن و اصلا در شهر گدا نبود. امروز هم هنوز آثارش هست. یعنی شما برخلاف بسیاری از شهرها که البته اونها هم هر شهری نقطه‌های قوت خودشو داره، تبریز هم نقطه‌های ضعفی داره. یکی از چیزهای زیبایی که تجربه موفقی بود در تبریز همین هیئتی بود که هیئت قرض‌الحسنه بود و اسمش هم المهدی بود. اینها یه ابتکاراتی به خرج دادن. هر جایی که میدیدن کسی تکدی میکنه خیلی محترمانه گفتن عزیز من کار میخوای، براش کار میدادن، فرصت ایجاد میکردن، گفتن که تکدی نکن، تعهد میگرفتن که تکدی نکنه و کارشو با شرافت انجام بده و میرفت کار شو. و بعد این سبب شد که کلا دیگه مردم مؤمن هم در مساجد اینا میدونستن که هیچ دیگه تکدیگری نباید وجود داشته باشه. میدونستن که اگر کسی باشه میتونن معرفی بکنن به اینها و براشون درس محترمانه بدون اون موقع کمیته امداد اینا هم که قبل از انقلاب بود و در واقع سبب شد که این تمام همه این آدما مذهبی بودن. تمام این کسانی که این کار میکردن ولی اینا واقعا نه تابلویی داشتن برای تبلیغات مذهبی، نه رانتی داشتن. اینا از طریق همین خیرات خودشون و نزولات خودشون این کارها رو انجام میدن. طولانی شد؟ نه نه خجالت‌تر میکشم. شما نکته آخر در الهیات سکوت خدا ساکته یا حرف میزنه؟ بس آفرین. خدا خیلی حرف میزنه و در دلهای انسان ها با اونها نجوا میکنه، ولی نجوای بسیار آرامی هست که در دلها نفوذ داره ولی سبب یک نوع تشبث اون فردی که صدای خدا رو میشنود نیست. یعنی به این معنا الهیات سکوته که این الهیات مدعی نیست که من خدا رو شناختم، در واقع یک جستجوی خداست تا حرف زدن درباره خدا. یک نوع سلوکی است که بیش از این که در واقع به نام خدا سخن بگوید ساکت میشه، ساکته و گوش میده به خدا و بیش از این که به نام خدا تشبث بکند برای خدا زندگی میکنه، وقف میکنه خودش رو برای خاطر حق و بدون هیچ تشبثی، بدون همون ضبطی که داستانشو گفتم براتون هیچ وجود نداره. در نتیجه همون تعالیمی که پدران ما و مادران ما گفتن که از این دست میدی اون دستت خبر نداشته باشه، این دستت بده اون دستت خبر نداشته باشه. این خلوص هست که میتونه اصالت دین رو حفظ بکنه که ما در تعالیممون داریم که مثلا لباس میپوشیدن از زیر یه لباس دیگه میپوشیدن و اینا وجود داره به هر حال شکل‌های مختلفی. و اینکه اصل جای پای قرآنیش هم به نظر من اینه که سبحانه و تعالی عما یصفون عما یشرکون و الهیات تنزیه هم از اینجا به وجود اومد. الهیات تنزیه و کسانی در اروپا هم در مسیحیت هم هست، مثلا افراد مختلفی که دیگه من فرصت نیست توضیح بدم که در واقع بحث میکنن که چطور درباره خدا ما باید از القاء تصورات خودمون یکمی صورت زدایی کنیم، یکمی اجتناب بکنیم، پرهیز بکنیم و بگذاریم خدا جلوه بکنه بدون حجاب که به اصطلاح جمله های ما، مقولات ما و یک جور از این در یک شکل دیگری در آیین بودایی هست. اساساً بودایی رو شما آیین بودایی رو وقتی بررسی میکنید، البته من تفاوت‌های دین شناسی تطبیقی و دین شناسی اختلاف نگر رو قائلم که هر کدوم دینی هستن با ویژه، ولی دین بودایی یکی از دین‌هایی است که اساساً اونقدر سکوت کرده که گاد سنتریک نیست، در واقع انسان گراست و خدا را آنقدر عدم تعین در بودایی هست که اساساً دیگه هیچ تعینی از خدا نمیمونه جز اون در واقع
در واقع اون سلوکی که این سالک بودایی داره در جهت تعالی، بدون اینکه وارد اون کلام پرگوی زیادگو بشه که درباره خدا و اینها، سلوکش رو در جهت معنوی انجام میده و مراقبت هایی که در دین بودایی هست. و امروز شما ببینید که تأثیری در اکثر نقاط جهان این دین بودایی و اون تأملاتش و مدیتیشن هاش و اینا در زندگی روزمره مردم دارن. مردم با اون آرامش تجربه میکنن، یک نوع تنارامی تجربه میکنن، یک نوع از این اضطراب ها رها میشن. ولی ما متاسفانه گرفتار همین مجادلات کلامی درباره خدا، درباره انواعی که دکونم شده که عرض کردم در یه ذره عصبانی ترین شکلی بخواید بیان بکنی اما میشه کنترل ذهن. پس موسی نیست که در بیانه برش درود بر مولانا در اونجا داستان موسی و شبان خیلی زیبا این رو بیان میکن. ما درون را بنگریم و حال را، نی برون را بنگریم و گال. بگو در شما حالا چقدر طولانی شد؟ اصلا نباشه دست شما. خب من با عزتون برم.